سلام و درود خدمت شما دوستان گرانقدر. از عجیبترین قصه های قرآنی داستان اصحاب السبت و از روایت هایی که مکرر درباره اون میشنویم، اما کمتر کسی پیدا میشه که واقعیت اونو بدونه. اصلا اصحاب السبت کیا هستن و آیا واقعا خداوند اونها رو تبدیل به میمون کرده و اگه اینطوره چرا با اونها همچین کاری کرده؟ در این ویدئو برای شما داستان اونها رو با ریزترین جزئیاتش روایت خواهیم کرد. گفته میشه که در زمان داوود علیه السلام قومی از بنی اسرائیل در کناره دریا در شهری ساحلی زندگی میکردند. خداوند چنین دستوری به بنی اسرائیل داده بود که شنبه هر هفته رو برای اعتکاف و عبادت خداوند اختصاص بدن و کار و اشتغال در روز شنبه رو تحریم کرده بود. در واقع بنی اسرائیل اون روز رو برای تقرب و نزدیکی به خدای متعال اختصاص میدادند. روزها و ماهها گذشت و با گذر زمان معصیت‌ها در مردمان اون شهر شروع به نمایان شدن کرد. روز به روز هم به گناهان اونها افزوده میشد. خداوند میخواست اونها رو مجازات کنه و مورد سنجش و امتحان قرار بده تا ببینه چه کسی کافر میشه و چه کسی ایمان میاره. اون بلا اینطوری بود که خداوند متعال ماهی ها رو تسخیر کرد که به فراوانی شدیدی در روزهای شنبه به لبه ساحلی شهر بیان و جلوی چشمان اونها روی سطح آب بپرن و شنا کنن، در حالی که اونها قادر به نزدیک شدن به ماهی ها نبودن، به خاطر اینکه شکار و صید ماهی در روز شنبه بر اونها حرام شده بود. اما در روزهای دیگه هفته برای صید وارد دریا می شدن و چیزی برای صید کردن پیدا نمی کردن، چرا که ماهی ها در تمام ایام هفته پنهان می شدن و تنها در روز شنبه خودشون رو نشون می دادن. این در حالی بود که زندگی بیشتر مردم اون شهر متکی بر صید و فروش ماهی بود. خداوند متعال در آیه 163 سوره اعراف می‌فرماید: از آنان درباره شهری بپرس که در ساحل دریا بود، آنگاه که از حکم پروردگار در مورد روز شنبه تجاوز می‌کردند، بدین صورت که ماهی‌هایشان روز شنبه به سطح آب می‌آمدند و روی آب آشکار می‌شدند و روزهای دیگر نمی‌آمدند. این چنین آنها را به سبب نافرمانی و فسقی که مرتکب می‌شدند آزمودیم. اهالی شهر از اونچه که به خاطر نافرمانی از دستورات خداوند اتفاق میافتاد پر از کینه و خشم شدند، چرا که رزق و روزی و ماهی ها جلوی اونها می اومدن و بازی میکردن، اما اونها قادر به شکار نبودن. اونم به خاطر این بود که خداوند متعال صید ماهی رو در روز شنبه حرام اعلام کرده بود. ابلیس نفرین شده کار خودش رو آغاز کرد و وسوسه هاش رو شروع کرد. گفت قطعاً که صید در روز شنبه بر شما حرام شده و از اون نهی شدید، پس روز جمعه تور و تله های نصب کنید و برای ماهی ها کمین کنید. هرچه ماهی در اون به دام بیفته رو در روز یک شنبه جمع کنید. یکی از اونها چنین کرد. ماهی بزرگی که در روز شنبه گیر افتاده بود رو یک شنبه از آب بیرون آورد، کباب کرد و خورد. مردم از اون سوال کردن که این ماهی بزرگ رو از کجا آوردی و اون هم کاری که انجام داده بود رو به همه گفت. جمعی از مردم از اون پیروی کردن و عمل اون رو انجام دادن تا اینکه صیادان روز شنبه زیاد شدن و این امر در بین اونها گسترش پیدا کرد. اونا تورها رو نصب می‌کردن و ماهی‌ها رو به سمت اون حرکت می‌دادن. ماهی‌ها در اون تورها اسیر می‌موندن و توان خروج از تور رو به علت کمبودی آب نداشتن. مردم هم روز یک شنبه ماهی‌ها را از تور می‌گرفتن با این گمان که اونها خداوند رو به این عمل فریب میدادن. عده‌ای از جمع اون شهر این کار پست رو انکار می‌کردن و نزد اونهایی که مرتکب اون عمل می‌شدن می‌رفتن و اونها رو پند می‌دادن. اونا از عذاب و جزای خدا بهشون اخطار می‌دادن. اهالی شهر به 3 گروه تقسیم شدن. گروهی که شرع خدا رو زیر پا گذاشته بود و با اون نیرنگ مکار و نفرین شده صید میکرد. گروهی از خداوند نافرمانی نمیکردن و اون جماعت رو از انجام معصیت نهی میکردن. گروه سوم معصیت مرتکب نمیشدن و با معصیت کاران هم کاری نداشتن. حتی باهاشون حرف نمیزدن و اونها رو از ارتکاب اون عمل باز نمیداشتن. گروه آخر با گروهی که معصیت کاران رو نهی میکرد و از کار و عمل خودش باز میداشت مشاجره میکرد. به اونها میگفتن چرا با قومی جنجال و مشاجره میکنید که خداوند اونها رو مجازات میکنه و عذابش رو بر سر اونها فرود میاره و چنین جوابی به اونها میدادن که این واجبی است بر اونها در مقابل خداوند و شاید یادآوری و تذکر به اونهایی که گمان میکنن خداوند رو فریب میدن کمک کنه و از کار ناپسند و بد خودشون بپرهیزن. اما متاسفانه سخن این نیکوکاران بر صیادان تأثیری نداشت. به جای اینکه از عمل خودشون دست بردارن، تورهای خودشون رو افزایش
افزایش میدادند و در معصیت‌ها و گناهان زیاده روی میکردند. پس خداوند عذاب خودش رو بر اونها نازل کرد که عذابی عجیب و شگرف بود و از قبل بر سر قومی نظیر اونها نازل نشده بود. در شبی از شبها خداوند متعال اونها رو به شکل میمون درآورد و شکل و شمایل اونها دگرگون شد. بعد از این اتفاق اونها مثل میمونها رفتار میکردن و به شکل اونها میپریدن و قادر به رفتار و تکلم مثل دیگر انسانها نبودن. خداوند متعال در آیه 65 سوره بقره می‌فرماید و شما حتما سرگذشت آن دست از گذشتگانتان را می‌دانید که چون در روز شنبه از حدود الهی و ممنوعیت صید ماهی در این روز تجاوز کردند، آنان را به صورت بوزینگانی زبون و رانده شده درآوردیم. پس اونها به دستور خداوند تبدیل به بوزینه شدن و از رحمت الهی محروم شدن. خداوند اونها را از خودش روند و یأس و ناامیدی به خاطر اون چه کردن دامنگیر اونها شد. اما اون درستکارانی که معصیتکاران را از عمل خودشون نهی می‌کردن از عذاب الهی در امان بودن. گفته میشه که اونها توانایی تشخیص میمونها رو نداشتن و هیچ کس توانایی تشخیص دوست از برادرش رو نداشت. اونها تنها برهه‌ای از زمان رو زندگی کردند. بعد از اون به فنا رفتن و نسلی از اونها به جا نماند. به نقل از ضحاک ابن عباس که گفته اون افراد بیش از 3 شبانه روز زندگی نکردن و نه چیزی خوردن، نه شرابی نوشیدن و نه تولید مثل کردن. به نقل از عبدالله ابن مسعود هم که گفته مردی از پیامبر پرسید آیا گرازها و میمونها از نسل اون افراد هستن؟ یعنی این گرازها و میمونهایی که در واقع مشاهده میکنیم از نسل منسوخ شدگان هستن؟ پیامبر در جواب چنین گفت که خداوند عزوجل از اونها نسل و نوزادی باقی نذاشت و میمونها و گرازها